فرهاد با صدای لرزون گفتش که سامیار بس دیگه، ولش کن، بیا بیرون. یه حسی دارم که اصلا خوب نیستش. ولی من اون لحظه نمیتونستم چشم بردارم. از همون لحظه یه صدای زمزمه تو گوشم پیچید. نه فارسی بود نه زبون آدمی زاد. خب بچه‌ها سلام، اسم منی که این داستان رو میخوام الان براتون تعریف کنم سامیاره و از زبون خودمه. و اول از همه بگم که من 27 سالمه و دانشجوی ترم آخر باستان شناسی. خیلی چیزا تو زندگی برام سوال بوده و مخصوصا از وقتی بابام یعنی استاد معروف دانشگاه تهران به طرز مرموزی غیب شد. همه گفتن مرده و این چیزا و هیچ جنازه‌ای و هیچ وصیتی، ولی ته دلم همیشه یه چیزی میگفت هنوز زنده است، یا حداقل هنوز یه چیزی ازش باقی مونده که من یه طوری برم پیداش کنم. خب همه چی از یک جمعه شروع شد. یه روز ابری پاییزی، هوا بوی خاک بارون خورده میداد و نشسته بودم رو تراز، داشتم یه کتاب قدیمی از بابامو ورق میزدم. بعد لای صفحه هاش یه پاکت افتاده بود پایین و زرد و پوسیده، بدون آدرس و بدون این چیزا. روش فقط نوشته شده بود برای سامیار قبل از این که خیلی دیر بشه. اینم که گفتم با جوهر قرمز نوشته شده بود. همون لحظه یه چیزی انگار توی بدنم مرمور کرد و یه لحظه یخ زد تو وجودم، انگار خون خوش شده باشه. پاکت رو باز کردم و توش یه تیکه کاغذ بود مثل نقشه های قدیمی و چند خط نوشته شده بود 40 قفل سامیار. اولین کلید رو بابات برای تو گذاشته. اگه زدی به دلش دیگه راه برگشت نداری. برو به کاروانسرای چنارستان زیر زمین، 40 کلید اونجاست. مراقب چشما باش، بعضی چیزا وقتی نگاهشو میکنی زنده میشن. شب که شد رفتم سمت خونه قدیمیمون، همون که سالهاست قفله. کلیدش هنوز توی کشوی میزم بود و در رو که باز کردم همه چی همون طور مونده بود، حتی بوی سیگار بابام توی هوا. رفتم سمت اتاق کارش، یه کمد قفل شده اونجا بود. همیشه از بچگی کنجکاوش بودم، ولی اون شب نمیدونم چرا یه کلید کوچیک تو جیبم حس کردم. اصلا یادم نمی اومد کی گذاشتمش اونجا و زدم تو قفله. در کمد که باز ببخشید یه لحظه من میکروفونم رو درست کنم. خب وقتی در کمد که باز شد، یعنی وقتی بازش کردم، توش یه جعبه چوبی بود سنگین، رو درش با داغکاری نوشته شده بود کلید اول. وقتی اونو بازش کردم یه کلید آهنی بزرگ اون داخل بود، به سبک قدیم مثل فیلمای قلعه های متروکه. کنارش یه یادداشت بود نوشته شده بود کلید اول در دنیاهای بسته رو باز میکنه. وقتی وارد شدی با خودت شوخی نکن و اونا منتظرن. خلاصه اون شب فقط یه نفر به ذهنم رسید، فرهاد، رفیق بچگیم. اونم مثل من دنبال چیزهای عجیب غریب بود. زنگ زدم بهش و فرهاد بهم گفت که الو. گفتم فرهاد یه چیزی پیدا کردم مربوط به بابام، نقشه، کلید و این چیزا. فکر کنم یه جوری گنج و یه جایی به اسم چنارستان. فرهاد یه کم مکس کرد و گفتش تو هم دیدیش؟ یه لحظه مکس کردم و گفتم چی رو میگی؟ فرهاد گفتش که اون نقشه لعنتی رو. سامیار این یه بازی نیستش، اونجا که بری دیگه همون آدم قبلی نمیمونی. یا منم گفتم ولی من میخوام بدونم بابام کجاست جدی. اگه یه سرنخ باشه چی؟ یه راهی یا همچین چیزی. فرهاد نفس عمیقی کشید و گفتش باشه. فردا صبح ساعت 7 جاده قدیم، پمپ بنزین مهتاب. از اونجا تا چنارستان راه زیادی نیستش، ولی یه چیزی رو بدون، ما داریم وارد دنیایی میشیم که به قول خودشون دنیاشون از چشم ما پنهونه، مگه اینکه وقتی بخوان دیده بشن. فرداش صبح زود با ماشین قدیمی فرهاد زدیم به دل جاده و هرچی جلوتر میرفتیم
سیگنال گوشی ضعیفتر میشد و درختها عجیب غلیظ شده بودن و انگار هوا سنگین و خفه بود. وسطای راه یه پیرمرد نشسته بود کنار جاده و چادر زده بود. دست بلند کرد و ایستادم. پیرمرد گفتش که برو پسر جان، راهی که میری آخرش قبره، اون زیر زمین واسه آدما ساخته نشده. گفتم که شما کی هستین؟ پیرمرد چشماشو بست و گفتش که یکی که رفته و برگشته ولی دیگه آدم سابق نیستش. قبل اینکه چیزی بگیم غیب شد. انگار خاک قورتش داده بود. بچه ها، من و فرهاد فقط به هم نگاه کردیم، هیچی نگفتیم و از همون لحظه یه ترس آروم زیر پوستمون خزش کرد. رسیدیم به یه ساختمون خرابه‌ای وسط کوه. از دور انگار یه تیکه سایه باشه و دیواراش پر ترک و درش زنگ زده. با کلید آهنی در رو باز کردم. صدای جیر لولاش بلند و گوش خراش بود. همزمان یه باد سرد از داخل وزید بیرون. داخلش حیاتی بود با یه چاه وسطش. رفتیم جلو. یکی از درای چیزی روش نوشته شده بود قفل دوم، چشم نخوری پسر. یه لحظه نور چراغ قوه انداختم رو چاه. یه صدایی پیچید، یه زمزمه خشدار، انگار کسی از ته چاه داره نفس میکشه. فرهاد گفتش که شنیدی چی گفت؟ من گفتم نه. چی گفت مگه؟ فرهاد گفتش که اسم تو رو گفت سامیار. و همون لحظه یکی از پنجره ها خودش یهو باز شد. تاریک با یه آینه شکسته وسط اتاق دیدم که وقتی نزدیک شدم تو اون آینه یه چیزی دیدم که تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. اون لحظه انگار زمان وایستاد. نگاهم قفل شده بود به تیکه های شکسته آینه، ولی چیزی که دیدم تصویر خودم نبود، یا اگه بود یه نسخه دیگه از خودم بود. یکی که چشم نداشت، فقط 2 حفره سیاه خالی. انگار یه موجود از اون طرف آینه داره از تو نگاهت میکنه. فرهاد با صدای لرزون گفتش که سامیار بس دیگه، ولش کن بیا بیرون. یه حسی دارم که اصلا خوب نیستش. ولی من اون لحظه نمیتونستم چشم بردارم. از همون لحظه یه صدای زمزمه تو گوشم پیچید. نه فارسی بود نه زبون آدمی زاد، ولی مغزم ترجمهش میکرد و میگفتش که چشم ببند تا باز شه، اونی که میبینه زنده نمیمونه. یه لحظه حس کردم چیزی پشت سرمه. برگشتم ولی کسی نبود و فقط صدای چک آب. دوباره به آینه نگاه کردم، ولی حالا تیکه های آینه شکل گرفته بودن. باور نمی کنی، ولی یه زن بود، چشماش سرخ و پوستش خاکستری، لباش مثل پوست ترک خورده مار، ولی لبخند میزد و آروم میگفتش کلید دوم رو میخوای؟ باید یه چشمو ببندی، انتخاب کن سامیار، خودت یا اون. نگاهش رفت سمت فرهاد و یخ کردم و گفتم نه فرهاد ربطی نداره، از من بخوا، از خودم بگیر. یه صدای خنده از دل آینه بلند شد. ناگهان یکی از تیکه ها از زمین کنده شد و توی هوا معلق موند. همون لحظه چشم چپم داغ شد. دستمو گذاشتم روش و سوزشش عجیب بود، انگار آتیش گرفته بود، ولی دستم هیچی رو حس نمی کرد و فقط یه جمله تو ذهنم تکرار می شد و اون این بود که یه چشم میدی یه راه میگیری. فرهاد داد زد و گفتش که سامیار چشمات داری خونریزی میکنی، ولی دردش عمیق نبود، عجیب بود. بعد چند ثانیه قطع شد و وقتی دستمو برداشتم چشمم سالم بود، ولی حس بیناییم عوض شده بود. جهان یه لایه دیگه پیدا کرده بود و انگار همه چی یه مرز نامرئی داشت و یه لایه پشت واقعیت. فرهاد دستمو گرفت و گفتش که همین الان برگردیم، تو با چشمات یه کاری کردی، نگاهت مثل قبل نیستش. ولی من نمیتونستم برگردم. وسط اتاق جعبه کوچیکی ظاهر شده بود، درست مثل اون که توی خونه بابام بود. برداشتمش و روش نوشته شده بود کلید دوم، حالا که چشم دادی راه بازش کردم و کلید دوم کوچیک‌تر از اولی بود، نقره‌ای با شکل یه چشم روی دستش. کنارش یه یادداشت بود که نوشته شده بود کلید دوم حالا مال توه.
چشمها رو بستی، حالا باید دهن تو ببندی. قفل سوم با حرف باز نمیشه، با سکوت باز میشه. اگه حرف بزنی اونا بیدار میشن. وقتی از حجره بیرون اومدیم، کاروانسرا دیگه مثل قبل نبود. دیوارا انگار زنده بودن و صدای ناله از لای آجرها می اومد. نور ماه رنگش قرمز شده بود و زمان قاطی کرده بود و گوشی آنتن نمیدادن و ساعت وایستاده بودن. فرهاد نفس میزد و میگفتش که ما دیگه تو این دنیا نیستیم سامیار، ما رفتیم یه جایی که راه برگشت نداره. تو همون لحظه از ته یکی از حجره ها سایه‌ای بلند و کشیده حرکت کرد و آروم خزنده. صداش مثل کشیده شدن ناخن روی فلز بود و صداش اومد. زبونش زبون ما نبود و ولی من شنیدم و گفتش که کلید دوم رد شد، قفل سوم باز نشه. فرهاد عقب رفت، افتاد زمین. دوستان عزیز، این صداهایی که من شنیدم و وقتی الان بهتون میگم ممکنه باور نکنید یا به همچین چیزایی، چون گفتنش یه جورایی سخته. بعد این که من کلید دوم و محکم تو مشتم گرفتم و حس کردم انگار چیزی داره توی دستم میلرزه. همون لحظه زمین زیر پام ترک برداشت. یه در چوبی از خاک در اومد و روش نوشته شده بود قفل سوم، سکوت یا مرگ. در چوبی که از دل خاک بیرون اومده بود یه حالتی داشت که انگار یه چیزی داره از پشتش نفس میکشه. هوا اطرافش یخ کرده بود، انگار از دل سردخونه از جنس مرگ بازش کنن. کلید دوم تو دستم داغ شده بود و وقتی کردمش تو قفل صدای چرخش کلید مثل جیغ یه زنه که از دل چاه داره داد میزنه پیچید تو کل فضا. فرهاد گفتش که حس بدی دارم، حس این که داریم میریم تو دل یه چیزی که نمیذاره دیگه حرف بزنی. من حتی صدام نمیپیچه اینجا، شنیدی؟ امتحان کردم و من گفتم الو صدا میاد، ولی نه فرهاد شنید نه خودم. انگار حرف زدن فقط تو ذهنم اتفاق میافتاد. از پله های سنگی زیر زمین میتابید بالا. آروم شروع به پایین رفتن کردیم. هر پله‌ای که پایین میرفتیم هوا سنگین تر میشد. وسط راه به یه در رسیدیم. یه تخت سنگ صاف با علامت‌های حک شده. توی یکی از علامت‌ها نوشته‌ای به زبان عجیب بود، ولی من تو ذهنم ترجمه‌شو حس کردم و نوشته شده بود از حالا به بعد هر کلمه‌ای خون میریزه. فقط با سکوت میتونی رد شی و گوشاتو نبند، چشماتو نبند و دلتو نبند. در خودش باز شد. پشتش یه سالن سنگی عظیم بود و پر از مجسمه های بدون صورت. دیوارا پر بود از نقش هایی که انگار با خون کشیده شده بودن و وسط اون سالن یه جنازه نشسته بود، خشک شده، پوسیده، ولی چشماش هنوز خیره بودن. فرهاد کنارم ایستاد، خواست چیزی بگه ولی تا لب باز کرد. وای، یه موج تاریکی از سمت جنازه پخش شد. فرهاد پرت شد عقب و کوبیده شد به دیوار و ساکت شد، ولی خون از گوشش جاری بود. دویدم سمتش. زنده بود ولی لباش قفل شده بودن و واقعاً لباش با یه خط نقره‌ای دوخته شده بود. یه لحظه بر نگشتم و حس کردم یه موجود پشت سرمه. نفس سردش میخورد به گردنم. آروم یه صدای ذهنی شنیدم. گفتش که تو حرف نزدی، تو انتخاب شدی، حالا سومی مال توه. ناگهان یکی از مجسمه ها ترک خورد. از داخلش یه جعبه بیرون اومد و وقتی بازش کردم کلید سوم اونجا بود. این یکی سیاه بود، مثل اونایی که توی سردخونه ها استفاده میکنن. کنارش روی جعبه نوشته شده بود سکوت رو نگه دار، چون قفل چهارم با گوش باز میشه، ولی اگه چیزی رو بشنوی که نباید بشنوی دیگه نمیتونی نشنوی. همین موقع یه صدا از دوردست اومد، یه صدای بچه که با صدای لرزون میگفت بابا تویی؟ چشمام پر اشک بود. صدای بچگی خودم بود، ولی من اون موقع گم شده بودم. بابام نبود.
برگشتم سمت فرهاد. هنوز بیهوش بود و باید میبردمش بیرون، ولی پشت سرم چیزی در حال خزیدن بود. یه سایه طویل که از دیوار بالا میرفت و نفس میکشید ولی بدن نداشت. فقط یه چیز تو ذهنم پیچید و گفتش که 4 نزدیکه. اگه میشنوی دیگه راه برگشت نیست. از لحظه ای که صدای بچگیمو شنیدم ذهنم قفل کرد. فرهاد هنوز بیهوش بود، لباش دوخته ولی تنفس داشت. باید زودتر از اون طبقه در می اومدیم، ولی یه چیزی راهو بسته بود و یه صدای زمزمه وار. اگه بخوام دقیق‌تر بهتون بگم، اون صدا توی گوشم نبود، توی استخونام بود. مثل وقتی که یکی ناخن میکشه روی شیشه اما مستقیم توی مغزته. همون موقع جلوی پله هایی که به عمق بیشتر زیر زمین میرفت یک کتیبه ظاهر شد با یه زبان عجیب، ولی ذهنم مثل دفعات قبل خودش ترجمه‌شو گفت که صدا رو که شنیدی در تو باز شد، حالا یا ساکت باش یا اینجا بمون. همون لحظه فرهاد بیدار شد و صدای ناله خفیفی از فرهاد شنیدم. سرش آورد بالا ولی یه چیزی فرق داشت. چشماش حالت عجیبی گرفته بودن، انگار مردمک نداشت و سیاه کامل. آروم بدون اینکه لباش تکون بخوره صداش تو ذهنم پیچید. فرهاد گفتش که من یه چیزی رو شنیدم. یه زن گفتش اگه بخوام زنده بمونم باید برای اونا صدا بشم، یعنی حرف بزنم یا یه جورایی صدای اونا رو برسونم. من گفتم یعنی چی فرهاد؟ با تو چی کار کردن؟ فرهاد گفتش اون چیزایی که اینجان نمیتونن با گوشای خودشون بشنون، واسه همین یکی رو لازم دارن که براشون صدا بشه. من حالا یه حامل صدام. لباش هنوز دوخته بودن ولی صدا تو ذهنم واضح بود. حس کردم دیگه اون آدم قبلی نیستش. فرهاد با همون نگاه خیره و بدون پلک زدن دستمو گرفت و کشید به سمت پله هایی که نور نارنجی ازش ساطع می شد. هر قدم که پایین تر می رفتیم صدای بیشتری می اومد. یه جورایی انگار همشون از آدمای مختلف بودن، زن، مرد، بچه، گریه و خنده و داد و ناله، ولی همشون یه جمله تکراری میگفتن اگه بشنوی دیگه خاموش نمیشی، دیگه راه برگشت نیستش. بالاخره تالاری که رسیدیم با همه چیز فرق داشت. سقفش بلند بود ولی دیده نمیشد و تاریکی بالای سرمون مثل سیاهی ته یه چاه بود. دیوارها پر بود از گوش واقعی، گوش هایی که انگار از پوست در آوردن و چسبوندن به دیوار. بعضیاشون هنوز میلرزیدن انگار دارن گوش میدن. وسط تالار سکویی بود، روی سکو مردی نشسته بود، یا بهتره بگم یه جسد گوشدار. تمام بدنش پر بود از گوش، رو شونه‌هاش، کف دستاش و حتی جای چشماش گوش کار شده بود. فرهاد آروم گفتش اون نگهبان صداه. اگه بخوای کلید 4 بگیری باید یه چیزی که نباید رو گوش بدی. باید یه راز دفن شده رو با گوش خودت گوش بدی. اون راز تو رو عوض میکنه. همون موقع جسد شروع کرد به ناله، نه با دهنش، با گوشاش. صدا از گوشهاش بیرون میومد مثل ضبط صوتی که برعکس کار میکنه. صدای آشنایی بود، صدای پدرم از داخل اون گوشا میومد و میگفتش که سامیار اگه اینو میشنوی یعنی هنوز زنده ای، ولی نمیدونی اون شب من خودم نرفتم، منو بردن. من فقط جسممو داشتم ولی روحم از اون شب واسه اونا شد. به فرهاد نگاه کردم و گفتم این صداها واقعیه یا فقط تو ذهنمه؟ فرهاد گفتش که واقعیه، ولی اگه کامل گوش کنی قسمتی از تو همینجا میمونه. باید تصمیم بگیری کلیدو میخوای یا پدرتو. یه جعبه جلوی جسد پدیدار شد، روی درش نوشته شده بود کلید 4. وقتی شنیدی فراموش نکن، چون اون چیزی که میشنوی تو رو میخوره. نمیدونم چی شد ولی ناخودآگاه خم شدم. گوشمو نزدیک یکی از گوشهای جسد بردم و یه جمله خفیف از توش اومد و گفتش که تو هنوز همون بچه نیستی سامیار.
اونا تو رو دیدن، تو صدای اونا رو گرفتی یا حالا صدای تو مال خودشونه. از شدت سرگیجه افتادم روی زمین. دنیا دور سرم میچرخید. وقتی بلند شدم جعبه تو دستم بود. کلید 4 اون داخل بود. مثل سمک طراحی شده بود ولی جنسش استخونی بود. یه تکه استخون انسان تراش خورده، روش نوشته شده بود کلید 4. وقتی تو گوشته باید حرف بزنی، قفل 5 با حقیقت باز میشه. ولی کدوم حقیقت؟ اونی که گفتن یا اونی که حس کردی؟ فرهاد کنارم بود ولی فقط نگاه میکرد. نه فکر داشت نه صدا. گوشاش شروع به خونریزی کرده بودن. کلید 4 توی گوشم بود. حس میکردم یه چیزی تو مغزم داره میلرزه. صداها تموم شده بودن و یه چیز جدید جاشونو گرفته بود. احساس، نه صدا نه تصویر. یه حس عجیب که از بچگی همیشه فرار میکردم ازش. حس این که یه چیزی باهات بزرگ شده ولی مال تو نبوده. فرهاد کنارم نشسته بود ولی چشماش دیگه برق نداشت. یه جور خالی بود. من اما داشتم آماده می شدم برای روبرو شدن با قفل 5. از ته راه رو یه در بزرگ سنگی ظاهر شد. روش یه نوشته واضح حک شده بود: اگه میخوای در رو باز کنی باید یه چیز واقعی بگی. نه چیزی که شنیدی، نه چیزی که گفتن، بلکه چیزی که همیشه میدونستی ولی جرأت نمی کردی باور کنی. رفتم جلو. یه ستون جلوی در بود. یه کاسه نقره‌ای. از ته اتاق صدای همون جنازه گوشتار اومد. این بار واقعی و با دهن باز. جسد گوشتار یهو گفتش کلید 5 با حقیقت باز میشه. ولی حقیقت درد داره. بگو چرا واقعا اومدی دنبال این کلیدا؟ اینجا بود که همه چی برگشت. حقیقت نه برای پدرم بود نه برای فرهاد، برای خودم بود. من با صدای بلند گفتم اومدم چون همیشه حس می کردم زندگیم یه دروغ بزرگه. اومدم چون میخواستم بدونم اون چیزی که پدرم پنهون کرده بود تو منم هست یا نه. اومدم چون از بچگی یه صدا تو گوشم بود که میگفت تو فرق داری. من خودمو نمیفهمیدم تا وقتی صدای اونا رو شنیدم. و حالا حقیقت من اینه که من نصف انسانم، نصف دیگم از جنه. یهو تالار لرزید. دیوارا شروع کردن به جیغ کشیدن. فرهاد نگاه کرد سمتم. برای اولین بار لباش تکون خورد و دوخته ها پاره شده بودن. فرهاد گفتش که تو گفتی، حقیقت رو گفتی سامیار، پس ما هنوز هم میتونیم تمومش کنیم. یه صدای شکستن از زیر تالار اومد. از لای شکاف زمین اون مرده بالا اومد. همون که همه این کلیدا واسه اون بود. مردی با بدن ترک خورده، زخمی، رد شمشیرهای قدیمی روی تنش، ولی صورت نداشت و جاش یه ماسک استخونی گذاشته بودن. صداش پیچید تو فضا و گفتش من حقیقت همه شماها رو خوندم. شماها چیزی ندارید که من نخونده باشم. ولی این پسر فرق داره. این یکی یه نیمه ماست ولی حالا کامل میشه. رفت که بیاد سمتم. زمین زیر پام شروع به لرزیدن کرد. کلید 5 از کاسه نقره‌ای در اومد ولی وسطش یه دایره قرمز داشت. انگار خون بود. وقتی برداشتمش بدنم داغ شد. یه جمله تو گوشم پیچید. یه صدای زنی با یه جمله عجیب توی گوشم پیچید. صدای مادرم میگفتش سامیار پسرم، اونا با نقره ضعیف میشن ولی نابود نمیشن. واسه نابودی باید صداشونو تو خودشون برگردونی. نفس زدم. فهمیدم باید چی کار کنم. اجنه ها با صدا حمله میکردن و با حقیقت کنترل میکردن و پس راه نابودیشون اینه که خودشونو وادار کنی به صدای خودشون گوش بدن. کلید 5 انداختم توی اون سمک استخونی، یعنی همون کلید 4. بعد اونو بردم نزدیک گوش جنازه گوشتار. کلیدا با هم جرقه زدن و یه موج انرژی از جسد بیرون زد. فرهاد داد زد و گفتش سامیار نگاه کن، اونا دارن خودشونو میبلعن. خلاصه بدنا شروع کردن به لرزیدن و
اون موجود ماسک دار شروع کرد به جیغ کشیدن، ولی نه یه جیغ انسانی، یه جیغ پیچ خورده مثل صدای 10 نفر که همزمان از درد فریاد میزنن. بدنش ترک برداشت و ماسکش افتاد و دیدم صورتش همون بابام بود، ولی نه کامل، نصفش بابام، نصفش یه موجود سوخته، انگار پوست کنده بود. یهو اون موجوده یعنی بابام گفتش که تو نباید حقیقت رو میفهمیدی، تو قرار نبود به 5 برسی. من آروم گفتم دیر شده، حالا صدای خودتو بشنو، ببین کی بودی. و تو همون لحظه تمام اجنه ها تو خودشون فرو ریختن، مثل پیچیدن کاغذ سوخته، هرچی بودن خودشونو بلعیدن، انگار هیچی ازشون نمونده، فقط خاکستر و یه بوی عجیب و بوی باد. وقتی به هوش اومدم رو زمین بودم و فرهاد کنارم زنده بود. تالار از بین رفته بود و فقط یه پله به بالا مونده بود. نور خورشید از سقف شکسته اومده بود داخل. تو جیبم فقط یه کلید مونده بود، کلید آخر، نقره‌ای ساده و بدون تر، فقط روش نوشته شده بود تو دیگه نمیتونی از ما فرار کنی. رفقای گلم، داستان امروزم به اتمام رسید و اگه خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. دوستتون دارم مثل همیشه. خدا یار و نگهدارتون باشه.